اجازه بدید که این جمله رو از قول حضرت رضا علیه السلام بگم. از نکاتی که امام رضا علیه السلام فرمودن که یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین علیه السلام. تو عالم خیلی از مشکلات هست، گاهی انسان به سطوح میاد، ممکنه اشک بر دیدگانش جاری بشه، سختیایی بر زندگی همه ممکنه پیش بیاد، یه چیزایی رو از دست بده، اما نمیارزه تو عالم برای هیچ کس و هیچ چیزی گریه کردن جز ابی عبدالله حسین. اگر خواستی برای هر چیزی گریان بشی، برای حسین گریه کن. خدایا من بعد از همه این مصائب میخوام اعلام بکنم تو همین گودال قتلگاه فرمود الهی رضا به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین. خدایا حسین راضی است به اون چه تو راضی باشی. این مقام رضای ابی عبدالله و لذا فرمودن سوره فجر رو بخونید. امام صادق فرمودن سوره فجر سوره حسین ماست به دلیل این آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.